أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآنم سوره حجرات داریم. اصلا قرآن میخونن از 114 سوره عبارته. بیشتر از 6000 آیت داره. آیتش بگیم به حسابی تری اگر ساده کنیم جمله. انا که در همین مثال آیتوی قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم. خدا میگه کسانی که ایمان دارید ای گمانهای بسیاری بد پرهیز کنید، زیرا بعضی گمانها گناه های. اگه در هر آدم هر گمان پیدا میشده، وقتی منم توده مردم مثلا نزدی همون مغازه ها دیدم یا نزدی مثال بازارها دیدم، حقیقتا گمان یک گمانی من میشود که خطا باشه، گمانی من میشود که ثواب باشه. لیکن من در بسیاری از معرکه بعد همی توده مردم قطعی که هم نشینم روزها دعوتی میشیم، من همی قید کردم که خیلی از چند جهت این از چند جهت بود. من همون چیزش که با مناسبی ممکن گمان شما باشد که حقیقتا در همین حالت همون اعتقادی که دعوای اعتقادی که بود که در دین همین معلوم کرد که همین مردم در همون اعتقادش همون ثابت قدم نبوده. و خداوندا میگن که انا همه کاروش میگن حسابی که رویکیه یا خسکیه. همین رویکی و خسکی در همینجا اثبات شد که همین مردمی که اگر پرسیش به دهن میگه که رازقم الله های، خب ولی در همین ناباوری خودش اثبات کرد که یعنی تو دعوت مقصد پایه نداشته، بی پایه بود است. برای همین مردم فکر میکنن که آگاه کردن در کارای مردم. انا که همین چیز هم اثبات کرد که مردم ما در همه حالت اولی تیاری نداشتند، نه تنها برای یک شکمش، برای یک بی‌ثباتی هم میشد است که او را استفاده بردن. یک توده یک گوسفنده، یک توده گوسفندی روز یک برنامه را در رادیو آزادی دیدم یا که در فیسبوک دیدم، یک خر پیش رفته است، ای قریب 2000 گوسفند پیش خر رفته است. ای قفاش گوسفند جنای سنده است که خلاصه هاتون برورین. خیر کس بنویسه یک کامنتاری. لیکن گپ در همین که همین توده گوسفند بدن همین مردم امروز معلوم کرده که همین یک توده گوسفندن، نه در این طرفش مستحکم بوده نه در این طرفش. البته این همونایی که به هنگامه داده، بله همونو که بله بود آدمایی بود که حتی مقصد در همین مسئله اگرچه اعتقاد دینی هم که نداشت، من با او هم صحبت شدم، همین گفتن من در بیفهمی و بیعقلی هم یا حیران شدم. آدمی که اولی نداره هیچی نمیگه رازقی من الله های، با آدمایی که دعوای رازقی الله را داشتن با اونها خندیدن. برای همین خیلی که این حقیقتا این عقل و این شورناکی که با دیندار و با بیدین وابستگی ندارن. لیکن همینجا من همیشه احساس کردم که همین مردم بسیار خام بودن، اعتقادهاشون هم ولی ناکامل بوده است. خلاص اگه این را نمیشود که تا گذاریش باید دم بیده، آدم باید یک فکری کنه، باید ای را یک مقصد آماده کردن در کار که در همون اعتقادت باید تو استوار باشی. من همین را میگد بیدیل یک مصرع زیبا دارم، میگه رزق را روزی رسان پر میدهد. رزق را روزی رسان پر میدهد، بی مگس هرگز نماند عنکبوت. پرش میته. الله هم خیلی قدرتی داره که رزق پر میته.
پریده میرن اونجا عنکبوت میخرش. اگر یک عنکبوت همون طاقت و همون قوت داره نداره. پریده سر کنه. اوه لیکن خودش پریده میروه. ما اگر به همین مصره های بیدین هم حتی تکیه کنیم برای همین که ما کافیه همین. بعضی با فکرهای دیگر هم هست لیکن ما در همینش جوی خودشه همین حلش همیه من فکر میکنم. یک مسئله در اینترنت بسیار موردی شد بحث قرار گرفت. بعضی به هر علمای اسلام رفت شدن خوبه که مثلا در صحیفه های پیدا شدن موی های قرآن و دیگر. البته این ما میدونیم که همش دروغ بیش نیست. حتی وایای خارجی هم من از صحیفه های فیسبوک دیدم که دمله‌های سنی مذهب ایران هم به این پست دادن که از افغانستان همسایه ما. ولی خود قرآن شفا است. چیزی که خود در قرآن هست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ننزل من القرآن ما هو شفاء. خواندن قرآن خودش با فکر من که همین ویروس دیگر و دیگر چیزا را دور میکند. شما با همین شخصیتایی که خیلی شوکه خیلی دروغا را پهن میکند چی مراجعه دارید؟ من 3 روز روی هم راستی بیشتر 90%ش زنها بودن، زنگ بزدن. فقط همین باب دائما سوال کردن. اخیر نشد نسبت دادم به داملا حکمت الله غرمی. من برای اون که خیلی مقصد یک جواب برای خودم باید داشته باشم. اگر چندی من قبلا جواب ها را دادم همین چیز کم ترک ما به هر حال فکرامونا گفتیم جمع کردن نتونستم. در بعضی همو مخلصا و محبای حضرت دا همینجا زنگ زدم گفتم پرسین که همین تو چه اندازه همین کار حقیقت داره که همین مردک به همون نسبت دادیستم. برآمدن که گفت است که من مقصد در این کار هیچ به ما وابستگی نداره. از همین لحاظ با ما چند قدر با بگیم چی ترشیدیم ده برای همین این کار دروغ بوده که داملا هم نگفته است. حتی ما گفتی شما خیرشاهی هم از مثال ملک ایران هم یک برنامه ویدیویی داد که همین را در من نسبت دادن. یک عربی دیگه برآمد که گفت در من نسبت دادن.